مسجد میسازیم عمل صالح است. ببینید یعنی هر کاری، حج میرین، روزه میدارین، زکات میتین، هر یک بیمار خبرگیری میرین، در جنازه یک اشتراک میکنین، همه عمل صالح. پیامبر ما گفتن پایبند عمل صالح باشین، زیرا 7 چیز بر بالاتون میاد که دیگر عمل صالح کردن نمیتونین. یعنی عمل صالح برادران عزیز، این عملهایی را که من گفتم ما را آبرو و عزت ما پیش خدا از حساب یمینا است. آدمی که عمل صالح نداشته باشد وای در نزد شریعت و نزد الله وای آبرو ندارد، قیمت و قدر ندارد. گفتن آن هفته که دامن شما را میگیرد که صبری هست که 300 ثواب دارد، صبری هست که 600 ثواب دارد، صبری هست که 900 ثواب دارد. میگه صبری که 300 ثواب دارد همونی هست که تو در عبادت الله مهربان صبر داری. همین عبادت هایی را که بر دوام اجرا کرده سای، ذکرهایی را که انجام داده سای، با وقتش هر کدامش انجام میتی، همین هم صبری در عبادت های. میگه این 300 ثواب دارد. 600 ثوابش همون صبری هست که در نافرمانی خدا صبر میکنی. هر چیزی را که خداوند نهی کرده است که نزدیک نشه، تو صبر کردی نزدیک نشیدی، انمی صبر 600 ثواب دارد. از دستت میه همون کار انجام دادن لیکن نمیکنی، صبر میکنی، انمی 600 ثواب دارد. ولی 900 ثوابش حاجی بابا همون ثوابی هست. میگه که وقتی بنده شد در مصیبت بزرگ و اولی بار مبتلا شود، مصیبت اولی بار بسیار مصیبتی وزبینه. خیلی که در حدیث ها خوانده بودیم، میگه پیامبر نازنین ما با پیش یک گوریستان گذشت، مادر بالای قبر گریه میکرد، برای فرزندش گریه میکرد. پیامبر گفت که واصبری و تقی، مادر عزیز گفت از خدا بترس و صبر کن. مثلا حرکتایی که تو داری اینها خیری ندارد، تو صبر کن، از الله بترس. اون نشناخت که این پیامبر است. بعدا معرفی کردن که میدانی همین کسی که تو را نصیحت کرد همین پیامبر بود. حتی این مادر برگشته میگه در عوضش گفت اولی مقصد تو مصیبت ها ندیده ای. اگر مصیبت ها میدیدی مقصد مرا این خیلی گب نمیزدی، اولی مصیبت به سرت که بعد میفهمی. بعد گفتنش که ای مادر این حضرت بود، این پیامبر نازنین بود. وقتی آمد عذرخواهی کرد گفت من نفهمیدم، همونجا پیامبر ما گفت انما صبر عند صدمة الاولی. همین حالت اولی که بالای تو گفت مادر مصیبت اومد، در همین صبر کردن تو گفت بسیار اجر بزرگ دارد. حاجی بابا این روزا میگذرم ولی بالای ما و شما یک دروازه ثواب شده شدگی. این دروازه ثواب هم بالا ما نپشانید. این ثواب هایی که حاضر در همین خانه الله مهربان داده است، ایرا گرفتن در کاره، ایرا رها کردن در کار نیست. زیرا خدا رحمت کنه بابای مولا شریف که استادای ما بود، و حضرت میگفت که ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. ولی اگر چند ما بسیار چیزی بدم که بشماریم، خوبم که نشماریم، لیکن عزیزای خدا میگن که یک گوهر است الله برای تو داد استش. برای همین صبر برادر عزیز در این حالت. ولی حدیث خوانده میگه عجبا لامر المؤمن این امره له كله خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. پیامبر گفت همین حال مؤمن عجایب حال زیبا است. خدای مهربان چی یک مقصد بگیم نظری رحمت بر مؤمن کردگی است، لیکن بغیر مؤمن دیگر هیچ کس این رحمت دادگی نیست. چه این اصابت و سرا
شکر فکان خیر له. اگر یک الای مهربان یگان ترحم کنه، یگان کاری مونده کشایش بده، اگر شکرگزاری کنیم میگه خداوند در عوض شکرگزاری تر چی داد؟ اجر داد. و این اصابته ضرا فصبر فکان خیر له. اگر به شرط بالا من ضرر آورد صبر کردیم اینجا پاداش میگیریم. با دادگیش هم شکر کنیم ثواب، با مشکلات هم صبر کردیم ثواب. برای همین حاجی بابا در این لحظه های بسیار بسیار ثواب است. ولی یک قصه را خوندم، حضرت موسی میگه پیش نفری رفت که کدام درنده میگه تماما خیلی و خیلی مقصد زیان زیاد داده است. و حضرت موسی میگه بنده را میشناخت که بسیار بنده خداجو و خدا ترس بود. گو الله مهربان هر چی که میاری خودت میدانی، لیکن این بنده بسیار بنده خدا ترس بود. میگه به حضرت موسی وحیشید که موسی این انسانی را که ما با این حالت خیلی دشوار آوردیم، این از ما یک منزلت مقام خواست که اگر در همین حالت مبتلاش نمیکردم به هم مقام نمیرسید. و از بینترین مصیبت بالاش آوردم، زیرا که اون مقام ای طلب کرده بود به همین درد میرسید، دیگه با عبادتش به اون مقام رسیده نمیتونست. بین خدای مهربان با مصیبت و با بلا و با مشکلات بنده را مقام میده، بنده را منزلت میده. فرعون را به امر ندادیم دردی سر. برادرها این دردم خدا میگه نمیتون به هر کسه. هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول بلا فی سینه صاحب دلان رسد. این حدیث پیامبر مونه، اولین بلا به سر پیامبرا بود. فرعون را به امر ندادیم دردی سر، زیرا که اون نداشت سری دردهای ما. نمرود راز قدرت ما مملکت رسید. میگوید گفت که در زمانهای بنی اسرائیل خداوند 3 مرد را سنجید. یکی از آنها کسل سفید پوست بود، یعنی ما شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود. و سیومش میگه نابینا بود. این 3 طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیقی من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد؟ پوست اوله اشغال کرد بدن او را. و بعد گفت از نعمتهای دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شتر را صاحب شوم. یک شتر را میگه این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشتر برکات نصیب بگردان. و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شتر شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگردد. میگه همچنان دستش در بالای سری وای دوان، موی سر مثل اوله شد. گفت از نعمت دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که صاحب یک گاو باشم. حالا میگه یک گاو برای او آوردن دادن و دعا کردن خدایا در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگه آمدم پیش آدمی نابینا، گفتم تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک یار رفیق با یک دیده بینا بینم. میگه دست خودش دوان بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت برای من یک گوسفند باشد بس است. حضرت میگه دعا کردن، بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد. از این بین چند سال گذشت. من برای سنجش الهی را بینین آمد. میگه همین فرشته را خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم. همون فرشته من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت ای انسان، گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمیتوانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را میشناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی؟
که خداوند تو را شفا داد. آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت ها همه از دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد؟ نه گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخن تو دروغ باشد، خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانید. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو و مالی که میبینی اینها، گفت نه، گفت اینا را خدا نه بلکه اینا میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن اگر خدایا گفتن همین گپی تو دروغ باشد، خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفند دارم. چی می شود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم با پول او به خانه خود برسم. گفت این مالی که در دشت میبینی، گفت اینها، گفت همه داد خدا هستند. اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این را خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر. این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیری بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتن. سلام علیکم دوستانی عزیز و گرامی قدر، برای شما یک بهترین کانال رو معرفی میکنیم. در آمده حتما در کانال برادرمان ابونه شوین. برادر توجیک خدمون است، دستگیری کنین. انشاءالله دستگیری شما پیشروی هر یکی ما برادرای مسلمان میشوه. در آمده برادر عزیز در کانال برادرمان ابونه شوین. خداوند یار و مددگارتان باشه.